دیرین قهرمان اسکی کی بودم من؟ بودم بدن محکم کمی هم راه بروم گازخورش هم عالی می شود. یوهو جانم بشتم. چطوری بی؟ ساکت باش. خب همان سوال همیشگی، اینجا دقیقاً چه خبر است؟ بالاخره ماشین خریدیم وی. البته پول ما نمیرسید، از برادران نعمت به صورت لیزینگ گرفتیم. انسان فن هم خیلی عالی لیز میخورن. که اینطور عزیزان، کرمان موتور را از هر جایی به صورت لیزینگی یا واسپاری نخرید. ممکن است کلاهبردار باشد. واسپاری کرمان موتور با مجوز بانک مرکزی با بهترین شرایط ماشین مد نظرتان را لیزینگ می‌کند. بی شرف ها، گفتم خوب لیز نمیخورد ها. من میدانم و شما